سلام به تمام عاشقان حیوانات و طبیعت. سوگند کاکتوسم به همراه سگ دوست داشتنی و باهوشم جیمی. به کانال زولند خوش اومدید. اینجا جاییه که به جذابیت‌های طبیعت و نگهداری حیوانات پرداخته میشه. همراه من باشین تا با هم سفری به دنیای حیوانات و طبیعت رو تجربه کنیم. قراره با هم با مطالب جذاب و آموزنده در مورد نگهداری، تغذیه، بیماری‌ها، رفتار و محیط زیست حیوانات آشنا بشیم. پس همین حالا به کانال من بپیوندید و منو تو این سفر همراهی کنید. بیشترمون علاقه به نگهداری از یه سری حیوانات رو توی محل زندگیمون داریم، مثل سگ‌ها، گربه‌ها، پرنده‌ها، حیوانات آبزی. بدون توجه به تهیه لوازم مورد نیاز و روش صحیح نگهداری و تغذیه درست و انجام دادن اقداماتی برای پیشگیری از یه سری بیماری‌ها و اگه بیمار شدن چه کارهایی رو نباید و چه کارهایی رو باید انجام بدیم. بعضی از منابع حالا یا شخصن یا کانال یا گروه‌ها به این موضوع پرداختن، ولی نظر شخصی من این بوده که اکثرا ناقص بوده یا به طور سطحی از روی یه سری از مباحث رد شدن. گاهی وقتا مجبور بودم به خاطر یه مشکل کوچیک کلی مطلب و ویدیو از سایت‌های مختلف ببینم تا یه چیزی دستگیرم بشه و از لابلای کلی اطلاعات و مطلب مورد نظرم رو بکشم بیرون که بیشتر باعث گیج شدن میشه. تو این کانال میخوام تجربه ها و اطلاعاتی که به صورت کامل و گام به گام به دست میارم رو با شما دوستای گلم به اشتراک بذارم. پس لطفاً حمایتتون رو ازم دریغ نکنید و تو این راه با دادن نظر منو همراهی کنید و با لایک کردن کمک کنین تا اطلاعاتمون به افراد بیشتری نمایش داده بشه.